سلام علیکم دوستان گرامی. اینجا کولی زمرد، کولی آسایشگاه زمرد. آبش خیلی تازه به نظر میرسه. انا داشتیم یک نمود درخت بید باشده، این مجنون بید باریم شاخهای کلوله کلوله دارد. تو وقتی بی آدمی در زمره، آدماش خیلی کم گیرنده ها، بیمارا. همین یک پرگولکه برامدن بود هوای تازه، نه که هوای تازه دارد اسفره، خیلی هواش تازه. شش دمی آشخانه ها مردم اینجا دیگ وای بود، برچاقا آش کرده میخورد. هر روز یک شنبه خصوصا مردم اسفره می اومد همینجا آش کرده آش خوردن می اومدن. اینجا فکر امفی تئاتر چی که ساختن همینجا. ولی اون چایخانه که در بالای 50 سامانه هست، این هم یک چیزی تاریخی شد همین اسفره. این چایخانه حضور درهاش رست هم تو ایستاد است بکو. همینجا که بید کلان افتیده است. شمال غلطان میشه اینکه سن سالش هم به جای رفت. بید کلانه فکرم 3 کس دگردش دست به دست میکنم با میرسه. یک تیرش در اینجا غلطیده. من میخوام در این آمفی‌تئاتر درام یک وکل همونجا هم نشان تیم. میبینیم بلان خود اینجا جای بزه میشه، اینجا دمگیری زور میشه. اینجا موزه بود پیش، حاضر نمیدونم در نش چی باشد. اینجا درآمدگاه آمفی‌تئاتر یک صحنه دارد. گردش به جای نشست ها میکنیم. هر شب جمعه اینجا باید طبقی عادتی هر وقتی نشون شام رقص میگم. همین چیز برای همه میسازم در اینجا شام رقصی تشکیل میدن، چون بینشان یک صحنه دارد جای رقصی گردشان فکرم جای نشست میدن مردم چطور تماشا میکنن. جای خوب اون که نکته ترشم کنن وانیق نمیدونم. اینا که بعد یک 5 ساله آباد میشد و دیده میشد دیگه این چیزا. اینجا میشه صحنه، همینجا که صحنه میشه. بهترین این کوههای اسفره، کوههای پسته که به علفی هنگ کوههای یا چیزش من معقول شد بود هواش هم خیلی تازه که نفس میشه راحت میکنه. همینجا وای میدستی تئاتر، آمفی‌تئاتر. این چایخانه من اینجا قشلاق زمردشاه، اینجا زمرد باشد اگر اینجا قشلاق زمردشاه بوده است. در بین زمرد و زمردشاه یک دریاچه میگذارد
در این دریاچه مردم هم آب میخورد، هم با اینجا برای ساختمان شغل و هم خیلی چیزا میگیرن. همین شوشته میبارد، این از کوه میبید که ریک پیگ گرفته میبارد، اینجا مردم شغل و قوم میشه بار کرده با برده کم زیل دارا وای میکنن، پول کار میکنن. خیلی ساختمان چه ساختمان منو اکسکاواتور و زیل و کمز بار کرده. اونجا کریر داشته، من اونجا کریر ساختن ملکی کریر مایده. اینجا قشلاق. من خودم نشان ندادم ویدیو بخیر، گفتم یک منم یک خودم غلطم ویدیو با فقط آواز خستی من میبرود نکی گفتم یک خودم نشان نمیده، چون که من هم تو خودم کم کم ویدیو میکنم. این ویدیو معقول شود اگر دوستا با خیلی دستگیری از طرف شما شود، با ما را الهام تازه میگیرم برای خیلی ویدیوهای بکردن. خیلی اصلا کانال من برای چیزی مخصوص نیست، همین چیزی که در حیات زندگی هم پیش میبیاد میبینم همین چیز معقول کنم اگر خسته اول ویدیو میکنم. بعضی رو خیلی معقول میشد، بعضی رو معقول نمیشد. که کسی که معقول شود ما خلصان، کسی که معقول نشود خفر هم نیست ما اونا. وای آبنا به فکرم بارون گفتگیه، بهار از زیبش من بارشو تایده. این دریاچه اینجا دروازه داشته میبسته، همین بعد او کم کم سر میداده برای قشلاق. به همین این ویدیو من به آخر رسید. موقعی در امان خداوند.